سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشین. امروز اومدم مهمترین بخش عکاسی حرفه‌ای رو بهتون بگم و اونم عکاسی روی راه یا عکسی که هنوز پردازش نشده و خامه. برای همین اینجا رو دارک و قرمز کردیم، یعنی که بگم خیلی دیگه مهمه این قسمت. خب برای اینکه بخوام براتون توضیح بدم درست، دوربین شما یه عکس رو میگیره. وقتی این عکس هر پیکسل یه عددی رو ذخیره میکنه و بعد به یه عکس جی پیگ تبدیل میشه. از اون محفظه پردازشگر که رد میشه یه عکس جی پیگ. وقتی که راجع به راه صحبت میکنیم، همین مرحله وقتی میرسه به قسمت وسط و اون عددا ضبط شدن، همونجا وای میسه و دیگه ما این عکس رو بدون پردازش میبینیم و ما قابلیت اینو داریم که خودمون پردازشش کنیم داخل برنامه‌هایی. خب وقتی که اتوماتیک اینو بندازید داخل فتوشاپ، می‌بینید که کامera راه باز میشه، یا اگر دوبار روش بزنین یا کلیک راست کنین و اوپن ویت کنین، میتونین توی لایت روم هم بیارینش بالا و هم منوی لایت روم و کامera یکی. خب اونجا چه اتفاقی میفته؟ یه سری تنظیمات نور و رنگ و اینا داریم که ما نسبت به اون عددهایی که روی اونجا هستن داره پردازش میشه و ما یه ذره قابلیت تغییر اونا رو داریم. ولی و مهمترین قسمتش اینه که ما یه گزینه پروفایل داریم. پروفایل چیه؟ میگه من نسبت به کدوم کد رنگ یا حالا کدوم شرکت یا مثلا ادوبی یا هر چیزی یا مثلا سیاه‌سفید به کدوم سبک این کد رنگی ها رو کنار هم بذارم و حالا سیاه‌سفید کنم، رنگیش کنم. شما میتونید رنگ‌های خیلی خاص و قشنگی رو از اونجا در بیارید. مهمترین پسوند توی عکاسی، اصلا مهمترین چیز داخل عکاسی حرفه‌ای، مهمترین نکته داخل عکاسی حرفه‌ای عکاسی روی راه هست و این ویدیو برای همین بود که بدونین دقیقاً راه چیه و عکس خام یعنی چی. مرسی که تا آخرش با من بودید. دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بابا خاموش شد. بذارین آخرش حداقل این ور نور رو زیاد کنیم دیگه. خداحافظ.